سال 2006 نقشه‌ای که بود، نقشه‌ای که کرده بودن که قبلا گفتیم، خیلی با سرور و با خوشی رئیسم شد. همین نقشه سال 2006 را نقشه را به عمل آوردن شروع کرد، با امید اینکه نقطه بلندشون که در پارلمان تاجیکستان سال 15 به پیروزی میرسد و تمام قدرت اینا کوشیدن، سعی کردن، پول هم گرفته بودن، سعی هم کردن، تلاش هم کردن. شاهد هم مردم هست که از این ناحیه به اون ناحیه تبلیغ میرفت، لکن خوشبختانه در پارلمان پیروز نشد. این واقعه ها چیزایی نیست که پوشیده باشه، باید مردم بدونن. من که از همون میدونستی آدم هستم، من میدونم که همین کارها رو اجرا کردن، همین عمل ها را از ما بشنوید که عمل کردن. اینا کبیری این چیزها را من میدونم. لافی بیهوده زدن گردن شکست.